به نام خدای پروانه های رنگارنگ، مرادی هستم، آموزگار کلاس ششم و مدرس تیزهوشان. امروز اومدم با یه معمای دیگه از نوع تغییر جهت مسئله رو با هم بخونیم. دستورالعمل به من میگه اگه A برابر با B باشه شکل جعبه ها و فلش ها رو تغییر بده. فلش های خارج شده از جعبه‌ای با برچسب A رو پاک کن و بعد فلش های خارج شده جدیدی از جعبه‌ای با برچسب A رسم کن. جعبه هایی که این فلش ها به اونها اشاره میکنن همون جعبه هایی هستن که فلش های خارج شده از جعبه‌ای با برچسب B به اونها اشاره میکنن. شکل اولیه اینجا به من داده شده و به این شکل تبدیل شده. مسئله از من چی خواسته؟ مسئله میگه کدوم دنباله از دستورالعمل‌ها به ترتیب از راست به چپ شکل اولیه رو به شکل پایانی تغییر میده؟ گزینه الف، ب، پ یا ت. شما چی فکر میکنید؟ کدوم گزینه شکل اولیه رو به این شکل پایانی تبدیل خواهد کرد؟ پس من باید تک تک گزینه ها رو امتحان بکنم تا به جواب درست برسم. بریم سراغ حل این مسئله. خب بریم سراغ حل کردن این سوال. تو این سوال یه دستورالعملی به من داده بود، دستورالعمل رو خوندیم و الگو رو به من داده، گفته با کدوم یکی از این گزینه ها میتونی پیش بری و به این روند برسی. 3 مرحله رو من باید انجام بدم. با گزینه الف پیش میرم. تو گزینه الف جاگذاری میکنم. X رو میگم A، Y رو میگم B. من این مرحله رو، این روند اولیه رو در آوردم تو اینجا واسهتون کشیدم با خودکار آبی. حالا جاگذاری کردم، X رو گفتم A، Y شده B. X رو میگم A، Y رو میگم B. به من گفته فلش هایی که از A خارج میشن رو پاک کن، یه فلش که از A خارج میشه رو بکش که به یه برچسب جدید میرسه. من این فلش قرمز رنگ رو کشیدم، اینو پاک کردم. پس تو مرحله اول این روند که آبی رنگ کشیده شده نمایش داده میشه. مرحله بعدی میرم دستورالعمل دوم رو انجام میدم. گفته Y رو بذار A، Z رو بذار B. پس به جای Y میذارم A، به جای Z میذارم B. فلشی که از A خارج شده رو پاک میکنم، یه فلش جدید بهش میکشم که به یه برچسب جدیدی میره. این شد مرحله دوم من. حالا تو مرحله سوم میگه Z رو بذار A، X رو بذار B. خب Z رو میذارم A، X رو میذارم B. میگه یه فلشی بهش بکش که فلش های خارج شده ازش پاک کن، یه فلش خروجی جدید بهش بکش. خب میگه خروجی، من تو لحظه اول شاید بگم این فلش رو میکشم و با این روند درست در بیاد. نه، وقتی میگه خارج بشه، خارج شدن فلش من باید به این صورت باشه. چون بعدش هیچ علامت و عدد دیگه ای نیستش، فلش به این صورت از خودش خارج میشه و انگار وارد خودش میشه. پس روند الگوی من توی گزینه الف میشه این الگو. خب متناسب با صورت مسئله نیست، پس گزینه الف من رد میشه. حالا میرم سراغ گزینه ب. گزینه ب دوباره X رو میگم A، Z رو میگم B. تک تک گزینه ها رو با همین روند باید امتحان بکنم. الگوی اولیه‌مو میکشم، حالا جاگذاری میکنم. به جای X میذارم A، به جای Z میذارم B. فلش هایی که از A خارج شدن رو پاک میکنم. این فلش خارج شده، پاک میشه و یه فلش خروجی دیگه واسهش باید بکشم به یه برچسب جدید. خب فلشی که به برچسب جدید باید وارد بشه، فلشی میکشم که میره به Z. مرحله بعدی A مساوی B، یعنی میگه به جای Z، پس اول اینو بنویسم،
یه فلش به این سمت و به این سمت. به جای Z میذارم A، به جای X میذارم B. خب از A فلش هایی که خارج میشه فقط این فلشه. این فلش رو باید پاک کنم. حالا که اینو پاک کردم یه فلش خارج شده دیگه ای که فلشی که ازش خارج میشه رو باید بکشم. فلشی که خارج میشه به این صورت خروجی میزنم بهش. مرحله بعدی هم یعنی روند الگوی من تا مرحله دوم به این صورت شده. حالا تو مرحله بعدی به جای y میذارم a، به جای h میذارم b. y این a منه و این b منه. فلشی که از a خارج شده رو پاک میکنم و یه فلش خارج شده دیگه ای میکشم به یه برچسب جدید. خب این روندم اصلا با توجه به صورت سوال و الگویی که داده درست در نیامد. پس گزینه B منم حذف میشه. همینطور گزینه P و T رم امتحان میکنم که ببینم کدومش درسته. Z A B، به جای Z میذارم A، به جای Y میذارم B. فلشی که خارج شده رو پاک میکنم و یه فلش خارج شده جدید دیگه بهش میکشم. مرحله دوم A مساوی B، به جای X میذارم A و به جای Z میذارم B. فلشی که از A خارج شده رو پاک میکنم و یه فلش خارج شده یه جدید دیگه میکشم به برچسب جدید. پس مرحله بعدی من این تغییرات اتفاق افتاد. و آخرین دستورالعمل A مساوی B، یعنی به جای Y بذار A، به جای H بذار B. این فلش رو باید پاک کنی، یه فلش خارج شده یه جدید بکشی. خب میبینید که دوباره با دستورالعملی که داده و الگویی که سوال داده جور در نیامد. حالا میرم سراغ گزینه T و گزینه T رم به همین صورت امتحان میکنم. تو گزینه T به من گفته Z رو بذار A مساوی X رو بذار B. پس Z رو میذارم A، X رو میذارم B. فلشی که خارج شده رو پاک میکنم و یه فلش خارج شده یه جدید دیگه بهش میکشم. یه فلشی که از این باید خارج بشه. اینجا هستی تا قدرت مغزتو بیشتر کنی، روش حل مسئله یاد بگیری و توی درسات موفق عمل کنی.